گردنبنده رو بدین زشت جلو آقا مهدی. آمد دزدی کردی طلای منو برداشت من ببینم تو دزدی بابا آمده مال تو صفر شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان عزیزم. امیدوارم سالم و سلامت و لبخند بر روی لب با فلان و بیسال. اینا رو ول کن آقا. قرار مهدی حسینی بیاد خونه ما و ما باش یه شوخی خیلی کثیف. سالار مرتضی واقعا بدترین و زشترین کار دنیا تهمت زدنه. قراره من 4 قلم 4 قلم طلامو بذارم روی میز با مقداری پول نقد و گوشی تلفن همراه. اینا رو میذاریم روی میز و به مهدی حسینی نمایش میدیم. میبینه مهدی حسینی و وقتی یه اتفاقی میفته و اون کشمکش و حالا تیز بودن سالار یه قطعی از اینا رو برمیداره، نصف اینا رو برمیداره، هر چی دوست داشت و تونست. وقتی اینا رو برمیداره ما باید ریاکشن مهدی حسینی رو زمانی ببینیم که من تهمت بهش میزنم که میگم تو برداشتی. خیلی دوست دارم واکنش با اعصابش بازی کنیم ببین چقدر حد جمعیت خیلی شوخی بد و کثیف. خدا ما رو ببخشه. به نظر من با آقا مهدی حسینی هم تا حالا همچین شوخی نکردم. آدم خیلی محترمیه. مثلا همچین شوخی تا حالا نکردم. ولی مثلا منصرف نشیم یه بازی دیگه بکنیم. نه ولی واقعا هم خیلی اصلا این اتفاق خیلی کار زشتیه و فکر کنم مثلا به یکی تهمت بزنی به یکی زندت بره بعد مثلا کارمون نباشه. دست رو بازیه بدتر گذاشت. الان بگو خودتو بگرد. خودتو بگرد. مال خود من شیطونه میره تو جلد نمیاد. کنار سالار و مرتضی عزیز قرار این اتفاقو رقم بزنیم. سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره. 50 کم دزدیدی بذار سرش خیلی مخلص. به ما وقت اومد. آقا نگاه کنین دنبال کنین دوستتون دارم. لذت ببرید. منتظر مهدی حسینی هستیم چون زنگ زد و گفت دارم میام. منتظریم که بیاد. آقا مهدی خوش اومدی. آقا مهدی چی میشه؟ نه بابا خوشحال میشه. سلامتی. خوش اومدی. نه داشت مهدی کار داشت. خوش اومدی. خوبی سلامتی. تو چطوری؟ فدات شم. کی اومدی سالا؟ من دیشب اومدم. بفهم شما. موضوع نیستم. چرا الان میام؟ سرویس بده. چه خبر تو؟ خوب هستی سلامتی؟ چیکار می‌کنی؟ نوشته آب جونه. آماده نمی‌کنی؟ جان آماده. مشکی چقدر بهت میاد آقا انتی؟ بهتری آمتی؟ همیشه مشکی میپوشه. میگم مشکی چقدر بهت میاد. آره مشکی آمتی خب بالاخره هنری شاعر. خیلی بذار من حالا شما ايش مرتضی نه تو رو خدا داداش شرمنده کولر داره با ماشین مرتضی میریم بیرون که مولی بگو ماشینم کولر داره. خیلی گرمه داداش بیرون اصلا. چه خبر؟ تو چطوری؟ خوش میگذره؟ موتور اوکی شده داشتم ببینم میگیره. سلامت داداش. مهدی کو بس؟ آقا مهدی فکر کنم سر ساختمونه. آره؟ آمتی آره داداش خیلی مخلصم. نهار خوردی آره نخوردی زنگ زد به پایین عزیز من فدات خیلی مخلصم. او خیلی گرم شده اصلا نامحسب الانم برج چند برج 4 5 افتضاح گرم شد. خیلی خوش اومدی آمتی. الان سر چشما بودیم چند وقتی بود جوی احوالت بودیم از آمتی. کسالت برطرف شد خدا رو شکر. آره میگیره اون که تو پیدا میکنه. خدا رو الان اوکی دیگه همه چی. آره دیگه خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو صد آمت قلیون میکشی؟ من ندادم. جواب بزنم؟ نه آمتی دیگه قلیون نمیکشی. خیلی بهترین کارم میکنه. هندونه داریم ما. نه داداش اوکی همین خوبه. هندونه. تعارف نهار خوردی آمتی والا قسم دادم دیگه غریبه نیستی که شما اینجا خونه خودتون. خالی آبگوش داریم اینا. نوش جونت. من قدم خوردم اصلا گیج شدم.
گرم من تابستون که غذا آب خونه خیار باید بزنی اصلا. غذای گرم اصلا گرم پایین نمیره. بیا بشه سارا. نه این چیز شارژر من کجا؟ کلیپ نزدی؟ جان کلیپ نزدی؟ دیگه انشالله یه چند وقت دیگه صحبت کنم آقا مدینا برای زنگ آخر. بله دیشب داشتیم تا فصل دوم انشالله دیگه برای فصل دوم دیگه. عالیه میتره کنم. چون مردم هم خیلی دوست دارن. چی می‌خواستم؟ شارژر هم پیدا شد. مردم هم خیلی دوست دارن، یعنی آتش اینو دارن که فصل 2 زودتر پخش بشه. به خاطر همین گفتیم انشالله. شما چی کار جدید، شعر جدید، کتاب جدید چیزی ننوشتی؟ چرا چند تا کار دارم انجام میدم آره. چاپ شده یا نه؟ نه انشالله یه هفت خوان داره. نه بابا آره شنیدم، ما حالا تو این ایته نیست ولی شنیدم خیلی اذیت میکنن تا بخواد اون ویرایش کنن. کافه رفتی؟ نه من دنبال کار ماشین بودم، تو سری لوازم گرفتم. امینی هم نرفت؟ نه بعد اومدم اینجا کرج پیش یک رفیقام چیز ببینم، یه داره ماشین داشت گفت بیا ببین. بعد دیدم نزدیک اینجا گفتم اینم خیلی خوب کاری کرد. قدم سر چشم ما گذاشتی. دلتنگت بودیم اتفاقا. آهای عدد چند گفتم بنده خدا گفت یه ساعت دیگه میام، نبودش. خوب کاری کرد. ای کاش برای نهار میمدی یه ساعت زودتر میمدی. تقریبا خیلیش خدا راش. بیا مثل شما رو ببینم تا خیلی مخلصم. ما هم خیلی دلتنگ بودیم از آقا امینی. شروع احوالت بودیم آقا حسینی. دمت گرم. عدد چند. دیگه چه خبر؟ بچه‌ها خوبن؟ آره شکر. خدا راش. حالا انشالله این کتابه رو من حالا دور و بریش شدم میگن خیلی چیز خفنی شده. آره شما هم تمام ماشاءالله. شده مگه؟ آره ولی هنوز برای ویراستاری و ویرایشش یه خورده به مشکل برخورده و اینا نوشته چند ساعت انتشار باید بگیری 30 خورده دست به قلم آمتی. اسمم میزنه دیگه بالاش. ها اسم خودت؟ آره دیگه اسم نویسنده اسم الان کتاب بنویسن مجوز میخواد مگه؟ انتشارات باید مجوز به الله به خدا. حتی مثلا واسه پخشش هم مجوز بله. میخواد. افغان باید رد کنی بعد میخونن بعد تایید میکنن بعد مثلا یه مشکل مثلا اون کلیپی که میذاره مثلا میره میگه اینجا مشکل داره باید پاک بشه. این هم همین میگه این خط مشکل بعد مثلا تاییدیه شدن کل ایران میتونی پخش کنی. همه جو آره بابا. بعد راجبه چیه کتابه؟ شعر آمتی شعر. آه، آره تو من یه جا شب شعر داشتیم عافیت آمتی باشه. اینا هم بودن یا الله آمتی تشریف آوردن. آقا سلام. خوبی؟ خیلی مخلصم. دور سرت ببخش من دستم خیسه. خوبی سلامتی؟ قربون شما برم فدای شما بشم. خیلی نه این حرفاشو بفهم. خیلی مخلصم. خوبی این سلامتی؟ فدای شما بشم. از کتاب جدیدتون چه خبر؟ تموم نشد هنوز؟ یه ذره کار داره به سلامتی ان شاء الله. قربون شما. از من پذیرایی کردی؟ والا گفتم نهار بیارم گفت صرف شده گفتم چینی بیارم آب خونه. رو میز دیگه. ببخش. حامدی میگه چیکار میکنید؟ بیزینس میکنیم یا حامدی؟ خیلی مخلصم. ببخشید قربون دارم فدات شم. ببخشید آقا. نوکرتم داداش. بسن دو شبه نخوابیدیم کلافه شدیم. فیلم برداری؟ آقا امینی رفته بودی؟ آره؟ نه بابا صبح میریم تهران تا این مدیر با آقا امینی پی ام دادم 6 صبح بیدار بود. خیلی خوش اومدید آقا. شاکرم داداش. سالار جان. گردنبنده رو تو برداشتی؟ من؟ آره. اون گردنبنده کو اینجا؟ تو اتاقشه؟ نه آورده بودیش نه الان اینجا بود که آره داشتم. همین عکس الان اومدم بگرفتم سر میز بفرست. داشتم رو تو آشپزخونه کار میکردم. ها؟ همین الان اومدم سر میز تو آشپزخونه داشتم کار میکردم. مرتضی داداش. ببخشید. من فکر کنم چیز اون موقعی که داشتین جابجا می‌کردی نیوردین سر حامد میز. ببخشید ما شرمنده تو خود. ها؟ سر میز حامد نداشت جیبت اون بود. موقع. یه چیت بگم؟ نه ببخشید بچه من چک دارم و اصلا تایم شوخی نیست. خب زشته دیگه آمتی هم اینجاست. نه به خدا اصلا به چشم من که نیومد اصلا شوخی من الان نیست. اونجا هم بهترم گفتم گفتی نه. آره شوخی نداریم اصلا با این شوخی نمیشه. مرتضی جان. سالار تو اخلاق منو میدونی خب الان من واقعا الان چیزه یه دقیقه گردنبنده رو بدین زشت جلو آقامتی دیگه. خب من مرد میزنم. الان جای شوخی نبود که بخوام شوخی کنم. ببخشید ها بچه‌ها میگم الان واقعا حالم خوب نیست. گردنبنده رو بدین یه دقیقه. خب میگم حالا دست دست من ما نیست. رو واقعا من شک داری؟ به قرآن دست من. یه دقیقه میشه جیباتو ببینم. یه دقیقه ببینم مرتضی.
بابا گردنبندم نیست، یه دقیقه ببینم. جلو آمد یه شک داری بنا شک مرتضی میگم ببین هی دارم بهت میگم، من میگم خب ببینم جیب تو ببینم مرتضی پاشو و جیبم شلوارو پاشو من بهت گفتم، من الان 10 بار گفتم شوخی ندارم دیگه، یه چیزی حدی داره دیگه، یه دقیقه جیب تو ببینم. نه با هم خونه بود میگم جیب تو ببینم مرتضی، لبس بازی نکن. باش جلو آقا مهدی زشت جایی نذاشتی شاید والله آقا مهدی الان پیش پای شما، من الان رفتم سرویس بهتون شما اومدی، من الان اینجا بود خدا سر تو شده. اتاق آره بابا اینجا بود، پرواز کرده رفته تو اتاق، یا شما برداشتی بردی گذاشتی تو من برم اتاق؟ اتاق ببینم. برو اتاق ببین بیا. یه دقیقه بشین اول یه دقیقه بشین، یه دقیقه جیب خودتو ببینم سالار. یه دقیقه نه آخه یه دقیقه ببینم خب داداش. آقا من اصلا میذارم واسه شوخی، الان داره این شوخی کنه، یه دقیقه جیب خودت ببینم. یه خورد تون نری اگه شوخی کردی بذارید سر جاش. نه به اول نه به خدا جدی میگم. بابا من الان بردمش تو آشپزخونه، در گوشش آروم گفتم اگه شما برداشتین گفت قسم خورد گفت نه. گفتم بذارین سر جاش. زشت دیگه الان آمتی نیومده، آقا زشت این کار. من میگم داداش من تایم خوبی واسه شوخی کردن نیست. خب این من بحث که اصلا با مرتضی این کارا نمیکنم، ولی من تهران میام شما رو ببینم، این کارا نمیکنم. ببینم چی به تو پاشو خالی کن داشت ببینم من. نه بابا شوخی نکن. اون یک شاده. خب ببینم برای مرتضی، چشم مرتضی ببینم چی به تو، پاشو ببینم. داداش من میگردم، من نوکر یه دقیقه ببخشید بیا جلو. آمه یه دقیقه بیا جلو، سالار داری میری تو مخم. ببینم تو چی داری. پاشو یه دقیقه. من که جونم برات، الان من که نمیخوام چیزی. یه دقیقه ببینم میگم. مرتضی پاشو چی به تو بریز بیرون. فردا ما اصلا هم دیگر ببینیم چی میخوای بگی برام. این که گله بابا من همه تی اسنپ داری چی؟ بشین سر جات فعلا، فیلم هندیش نکن، اسنپ داری فلان داری 20 سال داری، بشین سر جات. مرتضی ببین بچه ناراحت نشو، الان کجاست؟ اولین بار این حرکت از حامد میبینم. میگم الان کجاست؟ الان گشتی لخشم. کلیه‌ام میفروشم برای زنجیر رو میخرم. آقا برو اتاق ببین دیگه، چرا الان مثلا به اون برم اتاق ببینم من؟ اصلا اینطوری نبودم. زشتی اینجا داره. نه به خدا. من اینجوری شوخی دیگه باهاش نمیکنم. اول فاز من دیگه اینجا نمیام. برداشتی من برمیدارم، آخه من این کارا میکنم. نه آدم شوخی میکنه با گوشی شوخی میکنه با 40-50 میلیون تومان پول. جیبتو ببینم زشته دیگه. کجای اتاق باید باشه؟ زیر تخت باید باشه، حالا نیست. داشت که اعتماد نهاری بگو نه اینجا. واقعا همین داشتیم. نه بابا فدا سر آمتی بیادبیه. من شهروندم، اصلا شما هنرمندین، تاج سر افتخار من. چه سارت میگم شما بر نداشتین شوخی. آمد تو داشت واقعا رسیدم میگم داشتم اینو دیدم که اصلا خودم دارم خجالت میگم، چون من واقعا استرس دارم. اینو پیداش میکنی. من الان داداش پیداش یه چیزی بهت بگم، من تا مسخره صبح بازی داشت، این نرسیده. پول تراوراش کم شده. این چند بود؟ این 4 میلیون 4500 بود، 4 تومن بود. من دستم داره میلرزه. این بابا این چقدرش مونده؟ آقا برای چی میذاری سر میز؟ برای چی میذاری سر میز؟ داداش سر 4 را نذاشتم که برای چی میذاری سر میز؟ یه حرف چرت و پرت شروری میزنی گذاشتم رو میز خونم. کردیم اومد نه آقا مهدی جیب من تو صفره چه نوکرتم. هست؟ همسایت رو دزد نکن. من نمیدونم، من برات لخ میشم، به والله لخ یه میشم. بشین سر من جا. دستشویی رو ببینم. دستشویی برای چی؟ من دستشویی نبودی؟ خب من ببینم اونجا نذاشتی. ما الکی گیر نده که هر چی میشه من میشم آدم بده، مرتضی میشه آدم بده. آمدی نمیدونم چطوری بگم واقعا به خدا روم سیاه تو رو خود شرمنده. داری نه میگم شاید الان مثلا دستتون انداختی رو میز وسیله بردارین، شاید مثلا با قاطی اون وسیله رفته تو جیبتون. خدا نکنه. آبا برداشتم میگم ببخشید تو رو خدا، من واقعا بمیرم اون روزو نبینم اصلا که واقعا جیبای شرمنده. خودت رو من جیب خودم 200 بار دیدم دیگه، چی ببینم؟ بیا شاید یه جایی گذاشتی دیگه فقره که درست نکن داشت. من از خدا میخوام که این پیدا نشه. بچه‌ها با شوخی که داره، من شوخی لاغا ندارم. پیدا شو این گوشیم شرمنده. رو میز، این گوشیم رو میز، این گوشیم تو جیب، این اونو. درست اصلا یه جوری سرم درد میکنه. آمدی منو ببخش تو، میشه یه دقیقه جیبتو نگاه کنم تو جیبت؟ داداش یعنی چی؟ داشت دوستم من یعنی نه بابا خدا داداش من نه. غلط کنم زبونم لالایی، من میخوام این حرفو بزنم.
روم سیاه من خاک پاتم چشم سری کف پات دیگه علنی نه دوست کردیم بگردم نه من نوکر داشتم من کوچیکم حامد ببخشید تو میشه یه دقیقه خودت نگاه کنی من نه حامد جان پیش من نیست داداش من میگم تو جیبم چی دارم حالا آقا چند بار رفتم داداش من نه آقا مهدی که افتخار ماست من مهدی ما میدونیم زندگی نه من خاک پاتم داداش اینجا خونه خودت باعث افتخاره میگم اگه من روم سیاس حرف میگم اگه میشه یه دقیقه نه داداش من تو جیبم چی نیست میدونم خیالم راحت آقا اگه ببخشید اگه برات به خودت شک نداری که خب یه دقیقه ببینم آقا مهدی سلام خیالت راحته دیگه آقا مهدی یه دقیقه میخونه اومدم نونمک خوردم من نوکم یه دقیقه قطع کن داداش قطع آقا کن تبریزی قطع کن نه زنگ نزن بذار قطع کن حلش میکنم حلش میکنم برای چی به اون ور زنگ میزنی زشته یه دقیقه قطع کن دیگه داداش ما نونمک خوردیم یعنی من خاک پاتم غیر از این من میگم یه دقیقه چک کن چه شوخیه چیزی برمیدارم داداش من یه عمر اون خالی بخورم این غلطا نمیکنم من خاک پاتم بابا من نوکرتم داداش دور از جون میگم یه دقیقه چک کن دیگه نیست داش من پیش من نیستش من دو تا رفیقات اینجا نشستم من اومدم آقا غیر این چیزی من برداشتم از اون میز تو نه آوردیم نه این پیدا میشه ان اصلا زشته داداش رو برم بعد یه دقیقه ببخش میشه من دست بزنم حامد نکن بابا بابا میگم خب اگه به خودت شک نداری خب ببینم چی رو ببینی داش بگی پیش منه مال تو صفر بشه داداش حتما دوزی دیگه دوزی کردی طلای منو برداشت من ببینم همیشه احترامت داشتم داداش زشت خجالت بکش دیگه تو دوزی حامد هیچی تو دوزی خودتی آقا تو رو اول ببین داشت چی میگه من 5 دقیقه بیشتر شد اومدم من روسیام زشته بابا خجالت میگم دوزی آقا دوزی کردی حامد اونجوری صحبت نکن داداش تو رو الان وجود داره جیب تو بریز بیرون یه دوزی جیب من هیچی نیستش تو دوزی بابا حامد بذار زمین بخون حامد رو مخ من نرو بابا دوربین ول کن بابا ول کن دیگه 100 دفعه میگم نکن بابا یعنی بابا دوربین مخفی داریم ضبط میکنیم بابا انشو در آوردی داش مگه من با تو شوخی دارم آخه من به تو 100 دفعه میگم دزدی باش آقا هرچی دهنت در میاد به آدم میگی دوربین چیه داداش من همیشه احترام به همتون گذاشتم دزدی چیه این باز بازم گوشی میزنه شکست چی نمیگی جیبتو بگرد بابا دوربین مخفی بود داداش دوربین چیه زنگ بزن بگو آقا مهدی یه دقیقه بیا خونه دیگه آقا مهدی روشن نمیشه ترکید اینا نه یه دقیقه بیا خونه بیا آقا داداش من چیزی مگه گفتم به من میگه بیا جیباتو بگرد فکر میکنم منم مثل شما با اینا شوخی دارش من با تو شوخی ندارم دست جیب من کنی بش آقا مهدی بش بریم آب بیا دو تا آب بیا بابا شوخی داشته میشه اشتباهی کردیم اومدیم وای بازم گوش میگم دست من میره رو روان بابا گوشیمو شکست دیگه بابا بس نکن دیگه بابا گوشی رو زدی شکوندی یه شوخی داشتی میکردی شوخی دارم دارم نظام درد مرز دارم گرفتاری دارم علنی من به ما نرسید گوشی خریدم چیه زد گوشی نوع منو ترکون من به ما نرسیده بودم ماه پیش چیز کرده بودیم حامد خدا سر داداش من نمیدونم که میره رو مخ من میگه بگردم داداش دوربین مجنگ داداش چه غلطی کردم من چه گویی گوشی رو میگیریم دوباره حالا چیزی نیستش ما مگه حامد نمیشه کی حامد اینطوری با ما حرف میزنه ما داداش من همونو موندم میگم جیبشو با حال میگردم دور مخفی تمام اینجا شد نمک میخورید با هم ما میگفتیم ما نشده من گوشی خریدم اشتباهی کردیم اومدیم به قولم 5 دقیقه اومدیم حالمون نباشه بیار سال اون زنجیرم بیار آقا حامد بیا بشین بابا چی نشستم گوشیم ترکی حالا فیلمو بیا چیزی نکن فیلم ادامهش بریم ادامه فیلم چی رو حالا بگیم؟ نه استاپ بگیم من برم داداش آقا مهدی
زدی گوشی رو چکوندی فدای یه تار موت خب، ولی ما داشتیم دوربین مخفی ضبط می‌کردیم. یه دونه دوربین اون پشت این گلدونه، یه دونه هم دوربین اون پشت اون لیوانه است. داش من شوخی ندارم که شما علنی برمیگردم میگی دزدی انتظار داری چیکار کنم؟ وای حاجی من تازه خریدم 30 خورده 40 تومن پول گوشی رو. حامد چیزای گوشی رو ول کنید بچه‌ها. خب داشتیم یه دوربین مخفی ضبط می‌کردیم، اصلا انتظار چنین صحنه یا نش. مرتضی داره بیا پولو من اونجا که آقا اصلا اون شدم. مرتضی داشتش به آقا مهدی آب تعارفی کرد، من پولو اینو برداشتم دیگه. اصلا نمیدونم دیگه، من واقعا توی این فیلمو بازی نمی‌کنم چون همش تقصیر منه. داش فیلم شده گوشی یه استم واسه برو این که رد کن. حتما مرتضی یه دقیقه خوش بیا. آقا لایک مرتضی بیا. سلام. من زنگولم بزنید الان همه اعصابا خورده. یه استم بگیم واسه آقا کش محمد چرا گوشی رو چی کن بیا. داش من چه می‌دونم چه رفته رو مخم